بسم الله الرحمن الرحیم. داستان امروز ما به صحابی بزرگواری میرسه که از صحابیات محسوب میشه. حتما اسم ایشون رو بارها و بارها شنیدید. ام سلمه. ممکنه برای شما پیش بیاد این سوال که ام سلمه کی هست؟ خب این مسئله رو در نظر میگیریم تا ببینیم مثلا این داستان ما رو به کجا میخواد راه ببره. پدر ایشون از بزرگان و اشراف قبیله مخزوم بود، کسی که همه به ایشون توجه داشتن به این سبب که آدم بخشنده‌ای بود، آدم بزرگواری بود، آدم ثروتمندی بود و جزو بخشنده ترین افراد عرب محسوب می شد. جزو افراد انگشت شماری بود که در اون زمان به عنوان بخشنده شناخته می شدن، تا جایی که به ایشون لقب زاد و راکب داده بودن، یعنی توشه مسافران. یعنی هر مسافری وقتی میخواست از مسیر خونه ایشون رد بشه دیگه برای خودش توشه بر نمیداشت، میدونست اونجا مکانیه که میتونه استراحت کنه، میتونه غذا و مواد مورد نیاز خودش رو برداره و به سفر خودش ادامه بده، چرا که در خونه ایشون رو به همه مسافران باز بود و هرچه در توان داشت کمک میکرد. یک نکته رو فراموش نکنید، عرب جاهلی یا عرب قریش در مسئله جوانمردی، در مسئله بخشش، در مورد مهمان نوازی، کمک به مسافران، حتی کمک به بینوایان، زبان زد و آمل خاص در جزیره العرب بود، به ویژه قریشیان، بزرگان و اشراف قریش. و این مسئله خیلی اهمیت داشت در گفتارشون، در رفتارشون، در اینکه پیمان میبستن. و ما داریم خیلی از مسلمانان که در مکه بودن، علی رغم اینکه بسیاری از این اشراف و بزرگان قریش با اسلام مخالفت میکردن، به سبب اینی که در گذشته اینها رو پناه داده بودن و اینها رو حمایت کرده بودن، تا آخرین لحظه اینها رو تحت حمایت خودشون قرار میدادن. یک اخلاق جوانمردانه خاصی در بین قریش بود که حالا اون داستان بماند که بد نیست به کتاب‌های جامعه شناسی تاریخ عرب مراجعه بکنید، متوجه این مسئله میشید که اصلا چگونه این بستر ظهور پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم در اون سرزمین آماده شد. یک ویژگی‌های خاصی که شاید سایر اقوام در اون زمان نداشتن، علی رغمی که غرق در جاهلیت و شرک و خرافات و نافرمانی بودن، اما ویژگی‌های جوانمردانه فراوانی داشتن. در هر صورت این پس پدر ام سلمه بود، شخصی که از بزرگان قبیله مخزوم حساب میشد که گفتیم ایشون میگفتن بهش زاد و راکب، یعنی توشه مسافران. همسر ایشون کی بود؟ همسرش عبدالله ابن عبد الاسد بود. عبدالله ابن عبد اسد بود که ایشون یکی از عشره اولیه هست که به اسلام رو آورده، جز 10 نفر اولیه که اسلام رو پذیرفته بود و شاید افراد انگشت شماری قبل از اون هستن که در اسلام پیشه گرفتن، مثل ابوبکر صدیق و افراد اندکی دیگر. پس در واقع عبدالله ابن عبدالاسد که همسر ام سلمه هست، یا به عبارتی ابو سلمه، جزو 10 نفر اولیه که اسلام رو پذیرفته. در واقع اسم اصلی ام سلمه هنده، اسم اصلیش هنده، اما دیگه کنیه برش غلبه کرده و این اسم کنیه دیگه بین عرب و مسلمانان شهرت پیدا کرده بود و به همین اساسیشون رو ام سلمه خطاب میکردن. خب وقتی که همسر ایشون جزو 10 نفر اولیه که اسلام رو پذیرفته، پس به طبع ام سلمه هم جزو اولین زنان و پیشگامانی است که اسلام رو پذیرفته. اما خب ماجرا همینجوری تمام نمیشه. به مجرد اینکه خبر اسلام ام سلمه و ابو سلمه در بین قریش پخش شد، قریش عصبانی شد، به خشم اومد و به هر طریقی سعی کرد به اینها آزار و اذیت برسونه تا بتونه اینها رو، ایمانشون و روحیه‌شون رو خورد بکنه و اونها رو از آیینی که قریش فکر میکرد آیین ضد آیین آبا اجدادیشون است، چون اونها میگفتن اینها برگشتن و مرتد شدن، به اصطلاح مشرکین عرب به مسلمانان میگفتن کافر شدن، چرا که دین پدرانشون رو رها کردن. پس از هر ابزاری استفاده میکردن که اینها برگردن به دین آبا اجدادی. اما این زن و مرد ام سلمه و ابو سلمه هر دو مقاومت و پایداری بسیار محکمی در این زمینه داشتند، تا اینکه بالاخره زمان گذشت. میدونید که 13 سال
دوران زندگی مکی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم و با اصحابش رضوان الله علیهم اجمعین در این 13 سال سختی های زیادی رو متقبل شدن و متحمل شدن. خب شدت آزار دیگه به مرحله رسیده بود که دیگه واقعا زندگی برای خیلی ها سخت بود. این که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به برخی از این یاران خودش گفت شما بهتر هست به حبشه مهاجرت کنید. قریش هم خب خوشحال بود، گفت برن از سرزمین ما دیگه، اینها که دین آبا و پدر اجدادی خودشون رو ترک کردن، حالا وقتی که باز رفتن به حبشه باز پشیمون شد قریش که اینها بیان دیگه در اونجا پایگاه جدید فراهم میکنن. در هر صورت ام سلمه با همسر خودش جزو طلیعه داران این هجرت به سرزمین حبشه بود و اینها بالاخره مکه رو رها کردن، اون خونه بزرگ و رفاه و اون تمام امکاناتی رو که داشتن، اون بالاخره عزت و مقامی که در بین قریش داشتن، اون ریشه فامیلی، اون به قول معروف اصل و نسبی که در اینها وجود داشت، همه رو به خاطر الله رب العالمین رها کردند و فقط به خاطر رضای خدا به حبشه هجرت کردند تا دین و ایمان خودشون رو حفظ بکنن. خب وقتی که بالاخره ام سلمه با ابو سلمه اینا به حبشه رسیدن، نجاشی پادشاه حبشه، همون گونه که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یارانش گفته بود، انسان جوانمردی بود، اهل مروت بود و اهل عدالت بود. از اینها بالاخره حمایت کرد و خداوند این توفیق رو داد که تحت حمایت نجاشی قرار بگیرن و بعدها نجاشی هم مسلمان شد. به فضل خدا این بود که بالاخره حمایت نجاشی شامل حال مهاجران هم شد. اما بالاخره این اصحاب درسته به حبشه هجرت کرده بودن، درسته که حمایت نجاشی شامل حالشون میشد، درسته اذیت و آزار قریش، مشرکان قریش دیگه بر روی سرشون نبود، اما یه نکته بود، اون محبت و اون علاقه و اون وابستگی که بالاخره نسبت به اون سرزمین به ویژه محمد صلی الله علیه و سلم داشتن و این که آیاتی که به مرور نازل میشد بالاخره در دسترس اینها نبود و همه اینها، این شوق اینها سبب میشد که اینها بالاخره فکرشون، ذکرشون روی مکه باشه. در هر صورت و دلتنگ بودن نسبت به این مسئله، تا اینکه بالاخره خبرهایی به اینها رسید به حبشه که بله به این مسلمان ها تعدادشون بیشتر شدن، حمزه بن عبدالمطلب، عمر بن خطاب، اینها مسلمان شدن و حالا که اینها مسلمان شدن مسلمانان دیگه پشتوانشون قوی شده، نیرو پیدا کردن و به تبع اسلام حمزه و عمر جمعیت مسلمان ها هم بیشتر شده. خیلی‌ها که پنهان می‌کردن حالا آشکار کردن. خب یه تعدادی از مهاجران در حبشه تصمیم گرفتن دوباره به مکه برگردن، گفتن خب حالا شرایط بهتر از قبل شده. این بود که بالاخره اون شوق و اون علاقه‌ای که داشتن، اون میشه گفت دلتنگی که پیدا کرده بودن نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و سرزمین خودشون سبب شد که برگردن، که در میان این کسانی که برگشتن دوباره ام سلمه بود و شوهرش ابو سلمه. اما به مجرد این که خب اینا برگشتن به مکه، متوجه شدن که بله نه، شرایط درسته که تغییر کرده، درسته که حمزه و عمر مسلمان شدن، اما برخورد قریش هم سخت‌تر شده و سنگین‌تر شده و مسلمانان در فشار و سختی بیشتری قرار گرفتن و بیشتر سعی میکنن مسلمان‌ها رو بترسونن به گونه‌ای که اونها رعب و وحشت در درون دلشون بیفته و طوری که در گذشته اصلا این گونه شکنجه و وحشت رو تجربه نکرده بودن مسلمان‌ها. خب طبیعی بود که هرچی میگذشت سخت‌تر میشد شرایط، تا اینکه دیگه شرایط فراهم اومد. بالاخره تعدادی از اوس و خزرج از مدینه اومدن با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت کردند و پیامبر هم بالاخره بعد از اینکه مصعب بن عمیر رو فرستاد به اون سرزمین برای دعوت در سال بعد، دیگه تعدادی بیشتری از قبایل اوس و خزرج اومدن با پیامبر بیعت کردن از زن و مرد. پیامبر دیگه به یاران خودش اجازه داد که به مدینه هجرت کنن و هر کسی بالاخره با هر طریقی که براش امکان داشت به مدینه هجرت کرد، از جمله خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم به مدینه هجرت کرد. اما هجرت ام سلمه با هجرت بقیه متفاوت بود. این گونه نبود که مثلا عمر رضی الله عنه وقتی می‌خواست هجرت کنه گفت آقا من میرم، رب به همه خبر داد فلانی من دارم میرم. هر کی میخواد که مادرش به عزاش بنشینه یا بچه‌هاش یتیم بشن، زنش بیوه بشه، بیاد دنبال من.
تموم شد رفت. مثلا اینجوری هجرت هم داشتیم، یا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله عنه خب به گونه دیگه ناچار شدن هجرت بکنن، متوجه به اینکه میخواستن پیامبر رو ترور کنن و علی رضی الله عنه در بستر پیامبر خوابید برای فریب دشمنان و ابوبکر و عمر از مسیر چی میگم ابوبکر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از مسیر دیگری رو بالاخره در جهتی که بتونن ایجاد انحراف بکنن برای مشرکین تونستن دست اونها بگریزن و جمعیت مهاجران هر کسی به طریقی خودش رو سعی کرد به مدینه برسونه. اما داستان ام سلمه به همین راحتی که من و شما فکر میکنیم نبود، چرا که در واقع ام سلمه وقتی که تصمیم گرفت با شوهرش هجرت بکنه و خواستن که اینها برن از مکه به سمت مدینه، با یک مصیبت و یک غم و اندوه بزرگی مواجه شدن که اصلا در تاریخ این ثبت شده به عنوان یکی از بزرگترین اندوه‌ها و تراژدی هایی که میشه گفت اصلا میشه ازش اسم برد. بذارین خود ام سلمه تعریف میکنه، ما قسمتی از این رو میگیم، بعد انشاءالله دنبالش رو در جلسه بعد خواهیم گفت. ام سلمه نقل میکنه که بله داستان مصیبت من اینقدر زیاد هست که من خیلی وحشتناکه که بخوام براتون تعریف کنم، ولی واقعیتش اینه که میگه وقتی ابو سلمه تصمیم گرفت از به سمت مدینه بره، یه شتری هم آماده کرد، منم سوار شتر کرد و بچه‌مون سلمه رو هم ما در بغلم داشتم و خب ایشون شتر رو دستش گرفته بود و میگم مهار شتر رو گرفته بود و به کسی هم توجه نمی‌کرد، به سمت مدینه حرکت کرد. خب بحث مهاجرت همه فهمیده بودن، مسلمان‌ها دارن به اون سرزمین میرن، گفتن به هر کسی به روش خاص خودش. میگه به مجرد این که ما خواستیم از مکه خارج بشیم، افرادی از قبیله همسرم متوجه شدن که ما داریم میریم، رو به شوهر من کردن، گفتن که ما نمیذاریم اینجوری باشه، این بچه تو خودت میخوای بری برو، اما بچت مال قبیله ماست. خوب دقت نگاه کنید، گفت بچت مال قبیله ماست و گرفتند و بالاخره میگه افرادی از قبیله بنی مخزوم بودن، حمله کردن دیگه، بچه رو از من گرفتند و گفتن حتی اجازه نداری زنت هم ببری و این دختر بچه هم که اینجا هست، این بچه هم مال ما هست و این زن هم که زن تو هست ام سلمه از قبیله ما هست و ما نمیذاریم بریم. بالاخره میگه یک درگیری و نزاعی در گرفت و اینا هم بچه‌مو از من جدا کردن، هم من رو گرفتن از شوهرم جدا کردم و شوهرم که دیگه دید که به قول معروف شرایط خطرناکه و بالاخره از اون طرفم قوم قبیله همسرم بنی اسد دیدن این گونه هست، گفتن نه آقا بچه مال شما نیست، اونا بچه رو جدا گرفتن. خیلی جالبه، قبیله من رو گرفتن از شوهرم جدا کردن، قبیله همسرم خب مشرکین بودن دنبال بهانه میگشتن، بچه‌م رو از من جدا کردن با شدیدترین حالت و اصلا من نمیدونستم دیگه چی کار بکنم. میگه بچه من از من جدا شده بود، من هم از همسرم جدا کرده بودن و در وضعیت بسیار نابسامانی ما قرار گرفته بودیم. از اون ورم قصد و حمله کردم به سمت شوهرم که شوهرم رو به قول معروف بهش ضربه و آزاری برسونن که شوهرم تونست در حالی که با قول معروف آسیب و آزاری دیده بود از دست اینها فرار کنه و به سمت مدینه بره. اما من موندم جدا در دست قبیله خودم و فرزند کوچکم طفل من در دست قبیله همسرم. تا همینجا مطلب داشته باشید، دنباله داستان رو انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون ارائه خواهم داد.